علامه انورشاه کشمیری یکی از علمای بزرگ مذهب حناف است. در فیض الباری شرح بخاری، یک شرح داره روی بخاری، نوشته کرده یک نفر از من سوال کرده که یک نفر به سنت های متنوع رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکند که در راه و روش ما و شما نباشد، چیکار میشه؟ گفت اگر منع کنی طاغوت میشه. چرا؟ اتباع سنت، اطاعت سنت، عمل به سنت این عبادت است. از عبادت منع کردن صفت ابلیس است و صفت منافق است. ابوالعز حنیفی یکی از علمای بزرگ جهان اسلام هست، میگه اگر یک مسلمان به تمام روش 23 ساله رسول الله صلی الله علیه و سلم شب و روز کامل عمل کند، از یک عمل پیامبر بد ببرد، بد بداند، این کافر بالله است. چرا؟ بد بردن از عمل پیامبر، بد بردن از نبی و رسول و وحی آسمانی است.